طوری که ما در جریان هستین، شاروالی کابل بعد از بیشتر از 1 سال سروی و دیزاین پل هوایی منار نجات بالاخره کارهای اساسیش را، البته کارهای مقدماتیش را آغاز کرده. شما میدانید که 4 مسیر اصلی که وجود داره، سرک کابل لوگر، سرک کارته نو، سرک پل محمود خان و همچنان سرک باغ‌قاضی که فعلا خود سرک هم در حال توسعه است، از همین طریق با هم دیگه وصل میشه. و به خاطر که جریان ترافیک بهتری داشته باشیم، نیاز هست که موترها از هر مسیری که به هر مسیر میرن بدون گرفتن بریک یا پشت چراغ سرخ ماندن بعد به مسیر خود ادامه بدن تا ازدحامی که در این ساحه است کاسته شود. به همین خاطر نیاز از دیده شد که در این ساحه باید حتما پل هوایی با شکل و حالاتی که فعلا دیزاین شده ساخته شود. به خاطر ساختن این پل هوایی شاروالی کابل تمام تدابیر را گرفته و همچنان ما شما در جریان هستیم که در اینجا یک منار هم به نام منار نجات وجود دارد. این منار شما در جریان هستین که در حدود چیزی کمتر از 100 سال قبل بار اول این منار ساخته شده و یک حماسه کلان در پشت ساختن این منار وجود دارد که افغانستان بالاخره دمو زمان از اون اتفاقاتی که افتیده بود نجات پیدا کرده و بدون شکی که ارزش‌های مهم برای مردم افغانستان، مردم کابل و خصوصا مردمی هستند که از سمت جنوب این حماسه را به وجود آوردند و شاروالی کابل هم احترام کامل به همین حماسه دارد. اما متاسفانه در سال 1357 منار اصلی که ساخته شده بود به بهانه همین حماسه، جنگ‌های داخلی که در افغانستان بود او منار را متاسفانه به شکل کامل تخریب کرده بود و بعدا در سال 1395 که در حدود کم و زیاد 10 سال میشه، همین منار فعلی که شما میبینین با دیزاین فعلیش به همون یاد بود در اینجا ساخته شد. فعلا این پل که ساخته میشه این منار فعلی از بین میره، در مقابلش به اساس جلسات مشخصی که در وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و همچنان ادارات دیگه که در این راستا با ما دخیل بودن، خصوصا ریاست محترم معابدات تاریخی که در وزارت محترم شهرسازی است و دوستای دیگه، فیصله بری شد که پل فعلی که وجود داره به نام پل منار نجات نامیده شود و همچنان یک منار دیگه بعد از اینکه پل مطرف ساخته میشه در روی پل ساخته خواهد شد که ما بتانیم همین نام او حماسه کلان را زنده داشته باشیم و همچنان منار جدیدی که بخیر در روی پل ساخته میشه از دید معماری و دیزاین یک ارتباط مستقیمی با منار اصلی که در همون زمان ساخته شده بعد داشته باشه و همچنان امی پایه‌ای که منار سرش ساخته میشه و اول پل سرش میای و بعدا منار سرش ساخته میشه، در روی پایه یک کتیبه بسیار مشخص که تمام داستان منار نجات در اون نوشته میشه به خاطری که ما بتانیم امو تاریخ را زنده داشته باشیم. شاروالی کابل همیشه طرفداری است که در شهر کابل ما پیشرفت‌هایی داشته باشیم، چی در بحث ترانسپورتی، چی در بحث ترافیکی، چی در بحث فرهنگی و تمام حوزه‌ای که شاروالی کابل در او کار میکنه و همکاری مردم را و سلیقه‌های مردم را همیشه در تمام اجراءات خود ما مد نظر میگیریم.